سرخط خبرها. تغییر در سفارت افغانستان در هند. نور احمد نور به هند رفته تا مسئولیت سفارت افغانستان را بر عهده بگیرد. راه را برای تجارت، کمک‌های بشردوستانه، ترانزیت از راه چابهار و همکاری‌های منطقوی هموار می‌سازد. تاکید امارت اسلامی بر مبارزه جدی علیه مواد مخدر. وزارت داخله میگوید 40,000 عملیات مبارزه با مواد مخدر در یک سال انجام شده است. حتی ما آمارایی داریم که از کشورهای اروپایی و کشورهای دورتر هم قاچاق میشه. کاهش چشمگیر داد و ستد میان افغانستان و پاکستان. وزارت صنعت و تجارت میگوید میزان تجارت دو کشور 40% کاهش یافته است. و اتهام رهبر ایران به امریکا درباره اعتراضات. علی خامنه‌ای میگوید رئیس جمهور امریکا اعتراضات در ایران را سازماندهی کرده است.